امروز میخوام 3 تا نکته خیلی مهم بهتون بگم در مورد طول عمر ابزاراتون. یا باتری که داری زود شارژش خالی میشه، حتما من دنبال کنید تا بهتون بگم. اولین نکته در مورد لوازم‌های بادی، مخصوصا بوکس‌های بادی که خیلی فشار روشه. شما روزی 2 تا قطره روغن بریزی داخل قسمت ورودی بادش، دیگه هیچ وقت نه خراب میشه نه لازم به سرویس کاریه. دومین نکته، دغدغه شما عزیزان خالی کردن شارژ باتری دلشارژیتونه که شبا رو شارژ میذاری تموم میشه. رو حالت قفل کن بذار، جریان برق قطع میشه، باتریتون خالی نمیشه. شاید بگید دستگاه دیگه کلیدی چپگر راستگر ندارن چیکار کنن؟ باتری رو بکن بذار بمونه، تموم. معلومه که سوراخ نمیکنه. سومین نکته، امروز یکی از مشتریان اومده دریل اصلی آلمانی بهش دادم، میگه دیوارو برام سوراخ نمیکنه، حالت چکشی هم داره. رفته یه مته آشغال گرفته، قطعا که سوراخ نمیکنه. شما وقتی یه دریل میگیری